سؤال أثابكم الله، إذا مد الكفار يدهم ليصافحوا أو ليصافحوا هل أعرض؟ فهمت؟ يكا سوال ميديان إذا مد الكفار يدهم ليصافحوا هل أعرض؟ الله با شما یعنی که سوال میگوید که الله با شما یعنی که پاداش داده باشد. وقتی که کافرها دستشون برای سلام علیک کردن، برای دست دریاب کردن، برای دست دریاب کردن، یعنی چی میگن؟ دست دریاب سلام علیک دستی کنن، آیا من رو گردانم؟ یعنی که دست کشم؟ سوال میدید. این کار بسیار میشه. شیخ میفرماد الجواب اذا سلموا عليك ومدوا ايديهم اليك، اگر به تو وایها یعنی که در ابتدا سلام میکنن و دستشون به تو دراز میکنن، فصافحهم، به اونها دستریاب بکن. یعنی کافر گوش کنید، مردم امروز بین یکدیگر دست دراز میکنی، سلام نمیکنی، میگویی انا مسلمانی که میگو که فطرتم تازه است. فطرتی تو کرم کردگی مسلمانی بی عقل بی فراست. فهمیدی؟ بعضی مسلمان هستن که سلام علیکشون کردن رو گردانده گریخته رفتن. اینه میگه فطرتش خبیثه. انا شیخ چی میفرماید؟ کافر اگر بری تو دستش دراز کرده سلام علیک کند، تو یعنی که مصافحه بکن بگو، یعنی که دستریاب بکن. انا شیخ چی گفته ساده است؟ یعنی شیخ صحبت و نصیحت و برنامه منهج اهل سنت و جماعت از چی عبارت است؟ این کسانی که من سلفی هم میگون در کدوم وادی هم، این شیخ صالح الفوزان در کدوم راه رفته ایستادن، این طالب علم این مدعی ها رو بین در کدوم راه؟ تماما راه های گوناگون. فهمیدید؟ دست سینه میزنن که ما سلفی هم، سلفی که برنامه نکن، هم تو مسلمان هم گو بسته ہے، اقدر دردی همه رو زیاد نکن. ما فیه بس، هیچ گم ندارد میگن، یعنی با زبان ادبیش کنن باکه ندارد در این یکون باکه نیست، یعنی یکون بس میگن، یکون اشکال نیست، یکون پرابلم نیست، یکون مشکلی نیست، گناه نیست. اما انک تبدأهم بالسلام و بالمصافحه فهذا لا يجوز. اما خودت به اونها یعنی که سلام آغاز کنی، السلام علیکم پاشا، السلام علیکم سرگی، السلام علیکم چی دوید، یعنی یا که دست دراز کنی برای ویها، فهذا لا يجوز. مانند بعضی مفتی ها که میدوام به طرف چی به طرف مو کافرها، به طرف مرگان داشتن، به طرف دویده میرن، یک تاش برداشت پیش پا نخوره، نمیمونه که بخداش بیاد و مهمونی اومده میدوام اکرام ضیف بگی، دستش پیش میبرد السلام علیکم قریبی با موسی میگه نه.